احتمالاً در جریان وقایع اخیر و درگیری حماس و اسرائیل هر از گاهی نام تانک مرکاوا رو شنیدید. اما چرا این تانک از بهترین تانک‌های دنیا محسوب میشه و اینقدر اهمیت داره؟ در این ویدیو قراره به ویژگی‌ها و انواع تیپ‌های تانک مرکاوا، مهمترین و اصلی ترین تانک ارتش اسرائیل بپردازیم. پس با ما همراه باشید. مرکاوا به معنای عرابه تانک اصلی میدان نبرد اسرائیلی است. در طراحی مرکاوا اهمیت زیادی برای حفظ جان سرنشینان در نظر گرفته شده. ویژگی منحصر به فرد این تانک قرار گرفتن موتور در قسمت جلو هست. در تمام تانک‌های دیگه موتور در عقب تانک قرار داره. برجک تانک در مقایسه با تانک‌های دیگه عقب‌تر قرار گرفته. برجک کوتاه و بسیار باریکه که هدفگیری اون رو سخت میکنه. اولین مرکاوا سال 1979 تحویل ارتش اسرائیل شد و بعد از اون اسرائیل هیچ تانکی رو از خارج نخرید. بریم به سراغ معرفی تیپ‌های مختلف و قابلیت‌های تانک مرکاوا. البته جدیدترین و آخرین نسخه مرکاوا رو در انتهای ویدیو آوردیم. مرکاوا تانکی با 4 خدم است که در اون راننده در جلو سمت چپ قرار داره و با سپیرسکوپ به فضای بیرون دید داره. گلوله گذار در داخل برجک سمت چپ و فرمانده و توپچی سمت راست قرار دارند. توپچی بالای برجک یک سایت آتش ترکیبی با چشمی دید حرارتی نسل دومه که برد شلیک مؤثر 2000 متر در روز رو داره. از ویژگی‌های دیگه تانک مرکاوا میشه به مسافت‌یاب لیزری و رایان آتش بالستیک همگی ساخت اسرائیل اشاره کرد. فرمانده تانک دارای یک پیرسکوپ با قابلیت درشت‌نمایی 20 برابری در بالای سر خودشه که قابلیت چرخش 360 درجه رو داره و از طریق چشمی به سایت آتش توپچی برای آتش دسترسی داره. تانک دارای یک در عقبه. در محفظه عقب مرکاوا میشه 5 سرباز مسلح رو سوار کرد که کمتر تانکی این ظرفیت رو داره. از این فضا همچنین میشه برای سوار کردن زخمی‌ها، پوشش دادن سربازان، جابجایی برانکارد و امدادگرد استفاده کرد. همچنین این تانک یه مخزن 60 لیتری آب برای خدمه و سربازان داره. تانک دارای 6 چرخ مجهز به کمک فنره که طوری طراحی شدن تا در صورت نیاز به سادگی قابل تعمیر و جایگزینی باشند. در مرکاوا مارک 1 از یک موتور 12 سیلندر دیزلی آمریکایی با 908 اسب بخار قدرت استفاده شده که با در نظر گرفتن وزن 63 تنی این تانک دارای رانش به وزن 14.5 اسب بخار بر تنه و نهایت سرعت تانک رو به 50 کیلومتر در ساعت میرسونه. همونطور که گفتیم موتور جلوی تانک قرار گرفته تا حدی به تنهایی میتونه مانع ورود مهمات ضد تانک به داخل تانک بشه. یکی از مهمترین قابلیت‌های تانک مرکاوا اینه که تنها در 1 ساعت میشه موتور تانک رو به طور کامل تعویض کرد. موتور با 1000 لیتر سوخت 400 کیلومتر برد داره. تانک مرکاوا مارک 1 مجموع 62 گلوله رو حمل میکنه که بخشی از اون در پشت برجک و بخشی هم به عنوان ذخیره در داخل بدنه قرار دارند. روی برجک و بر روی گلوله گذار یک مسلسل 7.62 میلیمتری FN مگ و مسلسل مشابهی هم در کنار توپ اصلی قرار داره. تانک مجموعاً 10,000 گلوله 7.62 میلیمتری رو حمل میکنه و در صورت نیاز میشه یه مسلسل 12.7 میلیمتری در جلوی برجک بر روی لوله توپ و یک مسلسل دیگه برای فرمانده روی برجک نصب کرد. در مارک 1 فرمانده به یک خمپاره انداز خارجی 60 میلیمتری دسترسی داره و تا برد 2000 متر اهدافی رو که به اونها دسترسی مستقیم نیست، مثلا روی بام خانه و یا پشت مانع رو میتونه هدف قرار بده. از مهمترین ویژگی‌های مرکاوا حفاظت سرنشین هاست.
از اونجایی هم که تانک‌های اسرائیلی با خطر مین‌های ضد تانک مواجه هستند، تانک در بخش زیر بدن بسیار تقویت شده و سوخت تانک هم در یک مخزن ویژه محافظت شده قرار داره. جالبه بدونید تانک مرکاوا ابزار خاموش کننده آتش خودکار داره که با استفاده از سنسورهای درون تانک و با تشخیص محل آتش سوزی مواد خاموش کننده آتش رو پخش میکنه. تانک اصلی اسرائیل دارای 12 نارنجک انداز دودزاست که به صورت 2 بسته 6 تایی در طرفین برجک نصب شدن. مقایسه ها نشون میده که میزان مقاومت تانک مرکاوا مارک 1 با تانک معروف آمریکایی آبرامز برابره. پشت تانک زنجیرهایی رو آویزون کردن که به خوبی پشت برجک رو پوشانده. هدف از این کار انفجار موشک و راکت‌های ضد تانک بلافاصله بعد از برخورد به زنجیرها و قبل از رسیدن به برجکه. مرکاوا مارک 1 معایبی داشت که در مارک 2 بر اساس تجارب نبرد با لبنان برطرف شد. برای مثال در مارک 2 خمپاره انداز به داخل بدنه منتقل شد و دیگه فرمانده برای شلیک مجبور نبود از تانک بیرون بیاد. فرمانده تنها کافی بود یک دریچه در بالای برجک رو باز و اقدام به آتش کنه. همچنین ظرفیت سوخت به 1400 لیتر افزایش یافت. سامانه آتش رو ارتقا دادن و به سنسور باد تجهیز شد تا رایانه کنترل آتش با دقت بالاتری هدف گیری کنه. مجموعاً 580 اراده مرکاوا 2 ساخته شده. در ادامه بحثمون قراره به ویژگی‌های تانک مرکاوا مارک 3 و مارک 4 بپردازیم. اما قبلش یادتون نره ویدیو رو لایک و کانالمون رو سابسکرایب کنید. در مرکاوا مارک 3 یا نسل 3 تانک رو مجهز به یک موتور پرقدرت 12 سیلندر دیزلی با توان 1200 اسب بخار و سرعت 60 کیلومتر در ساعت کردند. این نسخه چالاکی بیشتری داشت و برد اون به 500 کیلومتر با هر بار سوختگیری هم رسیده بود. مرکاوا نسل 3 مجهز به توپ 120 میلیمتری جدیدی شد که روی بسیاری از تانک‌های مدرن دنیا از جمله لئوپارد 2 و آبرامز نصبه. قدرت نفوذ این توپ 2 برابر توپ پیشینه. این تانک همچنین مجهز به سامانه هدایت لیزری با برد 8 کیلومتری شد. در مرکاوا مارک 3 یک تلفن در بخش عقب تانک برای ارتباط پیاده نظام با فرمانده نصب شده. سیستم تهویه بهبود یافته. در قسمت جلو و طرفین برجک از صفحه‌های ماژولار قابل تعویض به کار گرفته شده تا در میدان نبرد سریع قابل تعویض باشند. از مرکاوا مارک 3 مجموعاً 780 اراده در چندین مدل تولید شده. در این بخش از صحبتمون به معرفی جدیدترین و آخرین نسخه مرکاوا میرسیم. مرکاوا نسل 4 که در سال 2003 تولید شد و دارای یک موتور دیزلی 12 سیلندر آلمانی با 1500 اسب بخار قدرته. این موتور 25% افزایش قدرت نسبت به مدل قبلی داره. این نسخه دارای شاسی ارتقا یافته برای حرکت در مناطق کوهستانیه و از همان تسلیحات نسخه مارک 3 بهره میبره، ولی دارای سامانه آتش پیشرفته تره. فرمانده دارای یک سامانه دید حرارتی کاملا مستقل از توپچی به صورت پانورماتیکه که به اون اجازه کشف هدف به صورت مستقل رو میده. سامانه آتش بعد از کشف هدف توسط اپتیک به صورت خودکار لوله توپ رو روی هدف قرار میده. این سامانه اینقدر قویه که حتی میتونه روی یک بالگرد کم سرعت قفل کنه. در این سامانه احتمال برخورد گلوله به هدف 90%. مارک 4 2 گلوله بیشتر نسبت به مارک 3 رو حمل میکنه و مجهز به دوربین 360 درجه شده و در صورت مشاهده هر تحرک مشکوک اطراف تانک اون رو به خدمه اطلاع میده. برجک تماماً برقی
و تمامی تجهیزات الکترونیکی اون ساخت اسرائیله. بزرگترین امتیاز مارک 4 نصب سامانه تروفی ساخت رافائل اسرائیله. این سامانه در 4 طرف برجک نصب شده و پوشش 360 درجه داره و حرکت هر گونه پرتابه به طرف تانک رو هشدار میده و با محاسبه مسیر و سمت حرکت پرتابه شروع به شلیک ساچمه به طرف پرتابه میکنه. تمام فعالیت این سیستم خودکار بوده و زمان واکنش کمتر از 2 ثانیه است. مقاومت زرهی در این نسخه در بالاترین رده خوده و تمام موشک‌های ضد تانک زمین پرتاب توان نفوذ در زره این تانک رو از جلوی بدنه و برجک نداره. تاکنون 360 اراده مرکاوا مارک 4 تولید شده و احتمالاً 300 اراده دیگه هم تولید خواهد شد. مرکاوا تانک پیشرفته است و اگر قرار باشه از نظر نظامی و فنی به اون نگاه کرد، میتوان از عملکرد آن درس‌های بزرگی گرفت. از اینکه تا انتهای ویدیو همراهمون بودید سپاسگزاریم. با سابسکرایب کردن کانالمون و لایک ویدیوهامون به ما انگیزه بدید تا ویدیوهای با کیفیت‌تر و بیشتری بسازیم.